عزیزان ملاحظه بفرمایید که کنه تار عنکبوتی چیکار میکنه با درخت. عرضم به شما که الان در ماه آبان هستیم و باید با این کنه تار عنکبوتی مبارزه میشد که مبارزه نشده و الان آثار تار عنکبوتایی که به درخت میبینید الان هست و درخت تقریبا داره رو به زوال و نابودی میکشه. یه درخت دیگه دوباره آلوچه رو میبینید، آثار تار عنکبوت رو میبینید روش، متاسفانه سمپاشی نشده و درخت از بین رفته، تمام برگاش ریخته و نتیجه ای که سمپاشی نشه با کنه تار عنکبوتی میشه این نتیجه که ملاحظه میفرمایید.